آنهایی که سهمیه‌های نیروگاه برقی آبی راغون را خریدند امیدوارند که روزی از درآمد این نیروگاه برایشان فایده ای خواهد رسید، اما ظاهراً چون این روز چندان نزدیک هم نیست. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت تقسیم درآمد میان سهامداران راغون پس از پررو به انجام رسیدن ساختمان این نیروگاه آغاز خواهد شد. طرح به انجام نرسیده است. طرح روغن در جریان ساختمان است. ما تقریبا با همه سازمان‌های بین‌المللی همکاری داریم. 30 نفر کارشناسان بین‌المللی جلب کرده شد که بار دیگر همه معلومات ضروری را نو کنیم و من همچون وزیر مالیه گفتم میتوانم که تمامی سرمایه‌ای که از فروش برق نیروگاه روغن به دست آورده می شود برای ادامه ساختمان خود نیروگاه روانه می شود، زیرا در برابر دیگر سازمان‌های بین‌المللی همچنین سهم حکومت نیز هست که ما را ضرور است ساختمان روغن را سرمایه گذاری کنیم. موافق معلومات نوی که حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است، ساختمان راغون باید سالهای 2036-38 به انجام رسد. ساکنانی که سال 2010 سهمیه‌های راغون را خریده بودند هنوز امید دارند که روزی از آن فایده میگیرند. فروش سهمیه‌های راغون 6 ینوار سال 2010 به گونه نیمه مجبوری راه اندازی شده. تاجیکستان میخواست با جلب پسندازهای اهالی ساختمان نیروگاه را به پایان رساند. ضدیت پرزیدنت وقت ازبکستان اسلام کریموف به این طرح و خودداری کشور و سازمانهای مالی سرمایه گذاری راغون را به یک ایده ملی تبدیل داده بود، تا جایی که بعضی پدر و مادران تحت تاثیر تبلیغات فرزندان خود را راغون بیک و سهمیه ماه نامگذاری می‌کردند. سهمیه ها به طور عمومی به 100-500 هزار و 5000 سامانی فروخته می شدند و سهمیه های برابر به 5000 سامانی به نام و نسب صاحب سهمیه نشر می شدند. معرکه گسترده زمان با دخالت صندوق بین المللی پول قطع گشت که از فروش این سهمیه ها 890 میلیون سامانی گردآوری گشت. این نهاد بین الملل هشدار داد فروش چنین تعداد بزرگ سهمیه ها می تواند رشد اقتصاد تاجیکستان را 1% کاهش دهد و مشکلات مانیتری به میان آورد. سالها گذشت اما سهامداران چشم به راه بهره از درآمد راغون ماندند.